سلام، من امیرحسین عنایتی هستم با قسمت دوم از سری ویدیوهای انتقال تجربه بازیگری در خدمت شما هستم. خیلی خوشحالم که ویدیو اول رو دیدید. استقبال خیلی خوب بود. من پیام‌های زیادی رو از شما دریافت کردم. از این بابت ازتون تشکر میکنم. امیدوارم که در ادامه هم بتونیم با هم ارتباط خوبی رو برقرار بکنیم. آنچه که در قسمت اول ویدیو انتقال تجربه بازیگری بهش اشاره کردیم یه سری نکات بود، یک سری سوال ها بود که بهشون پاسخ دادیم. باید به این سوال ها پاسخ داده میشد در ابتدای مسیر و ما تصمیم داریم که توی روند تولید ویدیوها ابتدای هر ویدیو یکی دو دقیقه رو اختصاص بدیم به مرور آنچه که در قسمت قبل بهش اشاره کردیم که هم یادآوری بشه و هم ادامه بحثش رو در قسمت جدید پی بگیریم. بنابراین یک سری سوال رو ما در قسمت اول ویدیوهای خودمون بهش اشاره کردیم. الان میخوایم اونا رو با هم مرور بکنیم. یکی این که ما گفتیم که چطور همه میتونن بازیگر بشن، یعنی چطور اعتقاد داریم که همه آدم‌های روی کره زمین، همه انسان‌ها میتونن بازیگری بکنن. این رو بهش در ویدیوی اول پاسخ دادیم. این که تئوری و عملی باید توامان با هم در ما رشد بکنه. این رو هم در موردش صحبت کردیم. این نمیشه که ما فقط در تئوری قوی باشیم ولی در عمل و در اجرا پای ما بلنگه. برعکسش هم هست. نمیشه ما از نظر عملی، از نظر اجرایی آدم قدرتمندی باشیم اما از نظر تئوری و علمی ضعیف باشیم. باید سعی کنیم که هر دوی اینها رو پای با هم دیگه پیش ببریم. نکته سومی بود که با وجود این که کارگردان محترم ما سر صحنه فیلم برداری وجود داره، ما رو مدیریت میکنه، به ما میزانسن میده، بازیگردان محترم حضور داره و نسبت به ایفای نقش، نسبت به اون سکانس، نسبت به اون احساس اکت مناسبی رو برای ما انتخاب میکنه، با ما تمرین میکنه. با وجود این که نویسنده متبحری فیلمنامه رو نوشته و دیالوگ های جذاب و زیبایی برای ما نوشته، برای کاراکتر ما، و کاراکتر ما رو به بهترین نحو خلق کرده. گیریمور، طراح لباس، طراح صحنه، صدا بردار، همه این عوامل کمک میکنن که یک بازیگر بتونه بهترین نقش خودش رو ایفا کنه. با وجود اینها چرا به بازیگر جایزه میدن و چرا این بازیگر هست که تعیین کننده هست در این امر که یک کاراکتر ماندگار بشه، جاودان بشه و جذاب. این رو هم در موردش صحبت کردیم. دوستانی که ویدیوی اول رو متاسفانه موفق نشدن ببینن میتونن یک بار اون ویدیو رو مرور بکنن و به تمام این سوالها برسن. نکته بعدی که در موردش صحبت کردیم تفاوت هنر سینما با صنعت سینما بود. صحبت کردیم که هنر سینما یک بحثه و صنعت سینما یک بحث دیگری است که در مورد این در ویدیو اول مفصلا صحبت کردیم و رسیدیم به موضوعی که امروز باید ادامش رو بیان بکنیم. موضوع این تفاوتی که بین بازیگری تئاتر و بازیگری سینما، در کل بازیگری تصویر وجود داره. تفاوت بین بازیگری تئاتر با بازیگری سینما به قدری زیاده که ما نمیتونیم رأی بدیم که بازیگری که در تئاتر بازیگر موفق و درخشانی هست ضمانت اینه که میتونه بازیگر موفق و درخشانی در حوزه تصویر باشه. همینطور برعکس نمیتونیم بگیم یک بازیگر موفق سینمایی میتونه در حوزه تئاتر موفق باشه. ممکنه در هر دو به صورت جداگانه تبحر داشته باشه، این هنر این بازیگر بزرگوار هست، اما این که بگیم در یک حوزه درخشانه و ستاره است، این یعنی که میتونه تو اون یکی حوزه هم درخشان و ستاره باشه، این امکان پذیر نیست. هیچ کس در جهان سینما نمیتونه این رأی بده. ما بازیگران بسیار زیاد و محترمی داریم که هم در تئاتر میدرخشن و متبحر هستن، هم در حوزه تصویر، سینما و تلویزیون
بسیار حرفه‌ای عمل میکنن. این توانایی فردیشونه، یعنی اینکه مثل این میمونه که قبلا بهش اشاره کردیم، مثل این میمونه که من هم موتور سوار خوبی باشم و با موتور خیلی خوب رانندگی بکنم، هم با کامیون راننده بسیار حرفه‌ای باشم. این دو دلیل بر هم دیگه نمیشه. توانایی شخصی منه، هم رانندگی موتورم خوبه، هم رانندگی کامیونم. اما نمیتونیم این رو مصداق قرار بدیم، بگیم که کسی که موتورسیکلت رو خوب میرونه پس میتونه راننده کامیون خوبی باشه. این موضوع مفصلا جدا از همه، امیدوارم به اندازه کافی در موردش توضیح داده باشم. بریم ادامه بحث. حالا میخوایم برسیم به این که خب چه تفاوت‌هایی با هم وجود داره در بازیگری تصویر، بازیگری نمایش و بازیگری تئاتر. یک مورد رو بهش اشاره کردیم. مورد اول این بود که در بازیگری نمایش، بازیگری تئاتر، ما بیشتر از بدن و بیانمون بهره میگیریم، نه اینکه فقط به کلمات و جملات من دقت کنید، بیشتر از بدن و بیانمون بهره میگیریم. اما در سینما ما بیشتر از احساس و چشم بهره میگیریم. خیلی سرفصل بهش اشاره کردیم برای اینکه زیاد درگیرش نشیم و بتونیم بعداً مفصلا بهش بپردازیم. تا همینجا توقف میکنیم، ادامه تفاوت‌ها رو با هم دیگه امروز مرور میکنیم. یکی از مهمترین تفاوت‌ها در بازیگری تئاتر و بازیگری تصویر میتونه این باشه که در هنر تئاتر این مخاطب هست که انتخاب میکنه چی ببینه. تصور کنید یک صحنه تئاتر، یک نمایش روی صحنه داره اجرا میشه. در گوشه سمت چپ صحنه دو بازیگر در حال دیالوگ گفتن یا یک نزاعی با هم هستن. در گوشه سمت راست صحنه یک بازیگر نشسته و داره نزاع و دعوای اونها رو تماشا میکنه. درسته، در طبیعت و واقعیتش مخاطب باید اون طرف صحنه رو که اون دوتا بازیگر دارن با هم بحث میکنن، جرا بحث میکنن، نزاعی دارن، دیالوگی دارن، بعد اونها رو طبیعتا نگاه کنه. اما ممکنه در میانه اجرا یک تماشاگری دوست داشته باشه اون فردی که در سکوت نشسته و داره نگاهشون میکنه در صحنه، حضور داره اون بازیگر رو، اونو نگاه کنه. ما نمیتونیم توی تئاتر قانون بذاریم بگیم که لطفاً تماشاگران محترم به اون کسی که دیالوگ میگه نگاه بکنید. این تماشاگره که تصمیم میگیره کدوم عضو از صحنه رو تماشا بکنه. این یکی از نکات بسیار مهمیه که تاکنون خیلی بهش پرداخته نشده و در موردش خیلی صحبت نشده. اما در نقطه مقابل، در صحنه فیلمبرداری، در سینما، در تلویزیون، این کارگردان محترم هست که تشخیص میده مخاطب باید چی رو ببینه. یعنی این که ممکنه که دو تا بازیگر در حال صحبت کردن با هم باشن، اما کارگردان دوست داره در این لحظه در مشاجره اون دو تا بازیگر ریاکشنی رو از یک بازیگر دیگه نشون بده به مخاطب. مثلا ترسش رو از اون نزاع و مشاجره نشون بده، اضطرابش رو نشون بده. دوست داره مخاطب الان به جایی که اون دعوا رو ببینه، اضطراب این بازیگر رو در سکوت ببینه. اینجا مشخص میشه نقش مخاطب، ارتباطش با بازیگر، ارتباطش با کارگردان محترم. یکی از مهمترین تفاوت‌ها در سینما و تئاتر این نکته است. یک بار تیتروار بهش اشاره بکنیم بگذریم. این که در تئاتر این مخاطبه که تصمیم میگیره چی ببینه و در سینما و تلویزیون این کارگردان هست که تصمیم میگیره مخاطب چی ببینه. تا اینجا موضع دوممون رو در تفاوت بازیگری تئاتر و سینما شناختیم. موضع سوم بحث تداومه. خیلی از ما در مورد این بحث میکنیم، خیلی وقتها از من سوال میپرسن این تداوم رو چگونه باید کار کرد. یکی از دلایلی که
بهش اشاره کردیم، ضمانت این نیست که تو اگر در تئاتر و نمایش بازیگر درخشان و موفقی هستی بتونی در سینما و تلویزیون هم درخشان باشی. دقیقاً همین نکته است، این که ما در تئاتر تداوم داریم، تداوم اجرا، تداوم احساس. ما از دقیقه اول نمایش، از زمانی که پرده باز میشه برای مخاطب و نمایش رو ارائه میدیم تا پایان اجرای نمایش بدون توقف، بی وقفه سناریو رو پیش میریم، نمایشنامه رو صحنه به صحنه اجرا میکنیم تا برسه به نقطه پایان و نتیجه گیری. مثل پخش زنده میمونه دیگه. خب اینجا بازیگر تمرکز کافی داره، تداوم احساس داره، تداوم اجرا داره و به اندازه کافی مسلطه روی کاراکترش و احساس ها دارن یکی پس از دیگری نسبت به صحنه ها، طراحی ها، دیالوگ ها نوبتشون میشه، اجرا میشن. اما در سینما و تلویزیون ما همچین چیزی رو به اسم تداوم نداریم. ممکنه برنامه‌ریز پروژه تصمیم بگیره آخرین سکانس فیلمنامه رو روز اول فیلم برداری بکنه. یکم دقت بکنیم به این نکته. ممکنه که برنامه‌ریز محترم با توافق کارگردان گرامی پروژه تصمیم بگیرن وسط فیلمنامه رو ابتدای روزهای فیلم برداری ضبط بکنن، بعدش برن سراغ آخر فیلمنامه و بعد در روزهای پایانی فیلم برداری برسن به اینجا که اول فیلمنامه رو، سکانس‌های اولیه فیلمنامه رو فیلم برداری بکنن. ما چیزی به اسم تداوم در فیلم برداری سینما و تلویزیون نداریم. دلیل هم داره. دلیلش اینه که ما باید برنامه‌ریزی بکنیم روی لوکیشن ها، باید برنامه‌ریزی بکنیم روی بازیگرها، باید برنامه‌ریزی بکنیم روی گریم ها. به طور مثلا میگم اگر یک بازیگری در فیلمنامه از رخت خوابش بیدار میشه، بلند میشه، میره صورتش میشوره، میره صبحانه میخوره، نگاه به ساعتش میکنه، وقت رفتن به سر کاره، میره بیرون تو خیابون پشت چراغ قرمز، بعد کات میشه به محل کارش، در محل کارش دعوا و مشاجره وجود داره، اخراج میشه، توی خیابون قدم میزنه ناراحت و بعد برمیگرده خونه با ناراحتی، ولی سعی میکنه که از همسرش پنهان بکنه که اخراج شده. خب ما وقتی میخوایم یک همچین فیلمنامه کوتاهی رو فیلم برداری بکنیم، بیایم سکانس اول خونه رو بگیریم، بعد بریم تو خیابون، بعد بریم اداره، بعد برگردیم بیایم تو خیابون، بعد دوباره بیایم طبق فیلمنامه پیش نمیریم. ما اول سکانس هایی که داخل خونه هست رو میگیریم، یعنی سکانس اول و سکانس پایان. لوکیشن خونه رو تحویل میدیم، میریم خیابون، سکانس دوم و سکانس چهارم رو ضبط میکنیم، یعنی سکانس رفتنش به محل کار، سکانس برگشتنش به محل کار. خیابان رو تمام میکنیم و بعد از اون میریم سکانس اداره رو میگیریم، یک سکانسی که در اون اداره و محل کارش تبدیل شده به مشاجره و در انتها اخراج. ما طبق لوکیشن ها برنامه ریزی میکنیم در سینما. بنابراین اینجا تکلیف بازیگر خیلی روشنه که یک تفاوت بسیار بزرگ و فاحش با بازیگری تئاتر داره. بازیگر در سینما و تلویزیون، بازیگر در دنیای تصویر باید تسلط بلا تشبیهی راجع به بازیگر در سینما و تلویزیون باید تسلط بسیار بالایی روی تداوم احساس، تداوم اجرا داشته باشه. در قسمت‌های بعدی به یک سری واژه‌های کلیدی مثل راکورد، مثل رج زدن، اینها میرسیم در سینما. الان یک کمی زوده، ولی باید این رو بدونیم که در کل بازیگری در سینما با وقفه مواجه هست، تقطیع شده هست و ما ممکنه هر روز که میریم سر صحنه فیلم برداری یک قسمتی از فیلم رو و فیلمنامه رو و اون کاراکتر رو ایفا بکنیم. بنابراین مستلزم اینه که ما از قبل کاراکتر رو بر خودمون طراحی کرده باشیم
و بهش رسیده باشیم. در مورد این نگران نباشید، مفصلا صحبت خواهیم کرد. اختصاصی به بحث حفظ راکورد و حفظ تداوم میرسیم و صحبت میکنیم و میپردازیم. اصلا نگران این موضوع نباشید. فعلا داریم تیتروار تفاوت‌ها رو بیان میکنیم. میرسیم به موضوع بعدی، بحث غلو در حرکت هست. توی بازیگری تئاتر ما به خاطر این که باید هم برای تماشاگران ردیف جلو ایفای نقش بکنیم و همین که بازیگران انتهای سالن ردیف آخر هم به خوبی و به وضوح حرکت ما رو درک بکنن و ما رو ببینن، مجبوریم به این که یک سری حرکات رو غلو انجام بدیم. نگاه ها، حرکت های سر، دست، بادی لنگویج ما، زبان بدن ما باید خیلی رساتر، غلوتر و نمایانتر باشه. اما در سینما اینطوری نیست. در سینما و تلویزیون بازیگر در چارچوب قابی که کارگردان براش مشخص میکنه ایفای نقش میکنه. به چه صورت؟ یک مورد پیش میاد که کارگردان که قاب بسته ای رو به بازیگر میده، این بازیگر باید در این قاب ایفای نقش بکنه، و مواردی پیش میاد که کارگردان در یک قاب بازتری به بازیگر اجازه ایفای نقش میده. به قاب ها هم خواهیم رسید. این رو هم بگم که در قسمت های بعدی، در ویدیوهای بعدی، به پردازش قاب ها، آنالیز قاب ها، اصلا ما چه قاب هایی در سینما داریم و در هر قاب چقدر باید بازی بکنیم و چه سبکی رو باید بازی بکنیم، اونا رو هم بهش میپردازیم. فقط فعلا داریم اون تفاوت ها رو بهش میپردازیم و بیان میکنیم. پس یک بار تیتروار تفاوت ها رو با همدیگه مرور بکنیم پایان ویدیو. این که خب گفتیم در بازیگری تئاتر این مخاطب هست که تصمیم میگیره چی ببینه و در بازیگری تصویر و سینما این کارگردانه که تصمیم میگیره مخاطب چی ببینه. به بحث تداوم احساس رسیدیم. این که در تئاتر ما بیوقفه و یک پارچه از ابتدای صحنه تا انتهای نمایشنامه نقشمون رو ایفا میکنیم بدون توقف، مانند یک برنامه زنده تا مخاطب استفاده ببره از تئاتر. اما در سینما کاملا تقطی شده هست، کاملا تکه تکه و پاره پاره باید فیلمنامه اجرا بشه. در هر لوکیشنی سکانس های خودش برنامه ریزی میشه و ضبط میشه و بنابراین بازیگر باید در تعداد روزهای متنوع و متفاوت نقشش رو یک پارچه ایفا بکنه که کار بسیار سختیه. در تئاتر بهش اشاره کردیم که حرکت بازیگر بسیار غلوه و مشهوده، تمام حرکات مشهوده، اما در سینما حرکات تحت انحصار قاب بندی کارگردان طراحی و اجرا میشن. به این هم اشاره کردیم و خب بحث بسیار زیاده. میدونم که ممکنه که از مجال و حوصله امروز ما خارج باشه و شما باید به مطالب بیشتری دسترسی پیدا بکنید. موضوع دومی که امروز میخواستیم در موردش صحبت کنیم ولی زمان ویدیو یک مقداری زیاد شد، موضوع چشمه. در قسمت قبل بهش پرداختیم، امروز هم بهش اشاره کردیم که چشم در هنر بازیگری سینما بسیار بسیار حائز اهمیته. یک نکته رو اشاره بکنیم چون وقت نداریم، در ویدیو بعدی مفصلا بهش میپردازیم، قطعا ویدیو بعدی رو تماشا بکنید. اینه که تا حالا دقت کردید که مجریهای تلویزیونی وقتی میخوان یک اتفاقی رو رقم بزنن که شما بیشتر بهشون توجه بکنید، جذابیت بیشتری داشته باشه یا خیلی مهم جلوه داده بشه، زل میزنن به لنز دوربین، در اصل به شما. چشم در مقابل چشم. ما تا حالا ندیدیم مجری یا خبرگزاری یا مجری خبری رو که مجری خبری رو که
بدون اینکه به دوربین نگاه بکنه، یعنی به مخاطب نگاه بکنه، حرفاشو بزنه. مثلا چی؟ مثلا اینجوری صحبت بکنه، بگه که خب مخاطبین محترم سلام عرض میکنم. اصلا هم بی‌ادبی است و همین که حواس مخاطب رو پرت میکنه، داره به کجا نگاه میکنه. در قانون بازیگری تلویزیون و سینما هم این یک اصل مهمه. ما باید با چشم مخاطبمون رو جذب بکنیم. حالا مخاطب ما ممکنه خود بیننده باشه، مخاطب ما ممکنه بازیگر مقابل ما یا به اصطلاح پارتنر ما باشه. ما باید چشم در چشم با او صحبت بکنیم. ما نمیتونیم با پارتنر مقابلمون بحث بکنیم در فیلم ولی یه جای دیگر رو نگاه کنیم، یا زمین رو نگاه کنیم، یا آسمون رو نگاه کنیم، یا چپ رو نگاه کنیم، راست رو نگاه کنیم. ما باید متمرکز به او باشیم، با چشممون اون رو به خودمون جذب بکنیم، با قدرت بینایی و تمرکز چشمی خودمون وادارش بکنیم که اون هم با ما ارتباط برقرار بکنه و بتونیم پارتنرهای مفیدی برای همدیگه باشیم. از قدرت چشم نباید غافل بشیم. در موردش تمرینات بسیار زیادی هست، مباحث بسیار زیادی داره. ما یک پهنای باند در بحث چشم داریم که بهش میپردازیم جلسه بعد. یک تمرکز بینایی داریم که قطعاً بحث بسیار مهمی، امیدوارم که موفق بشید قسمت بعد رو ببینید. و یه سری تمرینات داره که قطعاً با شما در میون میذارم. خیلی ممنونم که قسمت دوم از ویدیوهای انتقال تجربه بازیگری من رو تماشا کردید و امیدوارم که مفید فایده واقع شده باشه برای شما. بدرخشید، همیشه ویدیوهای ما رو تماشا بکنید، کانال من رو سابسکرایب بکنید، نظرتون رو راجع به این ویدیو هم برای من کامنت بذارید. بدرود.